من یه مادر دهه 60 هستم. زمان ما اگه یه دونه از سیبیلامون کم میشد بهمون 7 ابد میدادن با اعمال شاقه. بابامون میگفت هر گوه میخوای بخوری برو خونه شوهرت بخور. چند روز پیش دخترم میخواست موهاشو صورتی کنه، گفتم همین پخو همینجا بخور، اینه پخ. دیدی پخو؟ شوهر کردیم رفتیم. اومدیم یه 2 تا گوه اضافه بخوریم، شوهر گفت اینجا خونه یه بابات نیستا، این غلطا رو بعد خونه بابات میکردی. دوران نامزدمونم که کلا دوران بلا تکلیفی بود، نه باباه بهمون خرجی میداد نه نامزده، اما دوران شیرینی بود. میدونی چرا؟ چون ما تا شب عروسی به یه سری چیزا تعهد داشتیم، مثل بعضیا نبودیم که شب عروسی با لباس عروسی تو سالن حاملا بیایم. دوران نامزدیمون خیلی شیرین بود. آره، ما رو مسافرت میبردن، توی بشقاب غذا میخوردیم، کلی اشکولانه بهمون در میکرد نامزدمون. همین که ازدواج کردیم عروسی رو رد کرد پخش در اومد. ایت سیشتی bizim baxtimize. Bir dənə də gödük gəldi.